در مسکو یک مرکز زیرزمینی مهاجرت آشکار شد. در فرودگاه بین المللی سمرقند اولین سیستم خودکار سرحدی به استفاده داده شد. پوتین دستور داد 130,000 سرباز به ارتش روسیه اضافه شود. تیم نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در ازبکستان از همسالان ایرانی خود با حساب 1-2 شکست خوردند. در مسکو پلیس با دستگیری گواردی روسیه یک مرکز زیرزمینی مهاجرت را آشکار کرد. به گزارش رسانه‌های روسی در این مرکز قلابان حدود 3,000 نفر خارجیان را به طور غیرقانونی در پایتخت روسیه به قید بدوباش گرفته‌اند. نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه ایرینا والک به رسانه‌ها گفت که سازماندهندگان زادگان کشورهای خارجی نزدیک بودند. آنها برای تهیه اسناد غیرقانونی، کارت‌های مهاجرت، شهادتنامه رانندگی، پتنت‌ها، اینچنین مهرهای قلبکی کار می‌بردند. در پی این عملیات از جانب مقامات حفظ حقوق، تجهیزات کامپیوتری، مهرهای معلومات درباره عبور از مرز روسیه، مهر نهادهای دولتی روسیه، 280 ورقه کارت مهاجرت با نشانی عبور مرز روسیه مصادره کرده شد. همچنین مبلغی بیش از 1 میلیون روبل که گویا در نتیجه عملهای غیرقانونی به دست آورده شده‌اند مصادره شده است. در حال حاضر 4 نفر بازداشت و به جوابگری کشیده شده‌اند. 18 مهاجر برای نقض ترتیب بدوباش در روسیه به جوابگری مأموری کشیده شده‌اند. بعد حالت سنجشی در فرودگاه بین المللی سمرقند اولین سیستم اتوماتیکی سرحدی ایگاتس به استفاده داده شد. آن به طور خودکار آدمان را بر اساس معلومات بیومتری معین می کند. سیستم نرم افزار و تجهیزاتی ایگاتس که از جانب یک شرکت محلی با فرمایش قشون‌های سرحدی خدمات امنیتی دولتی ازبکستان تهیه شده است، امکان می‌دهد که جریان عبور مسافران از منطقه سرحدی بی خطر و بی فاصله تفتیش کرده شود. سیستمی که بر تکنولوژی‌های بیومتری اساس یافته است، شناسایی اتوماتیکی شخص را تامین نموده امکان می‌دهد که مسافر سرحد را زود و بی خطر با جلب حداقل کارمندان نظارت سرحدی عبور کند. این سیستم می‌تواند در گذرگاه‌های نمودهای گوناگون هوایی، راهی، بحری و پیاده‌گردان نصب شود. این سیستم برای کم کردن وقت عبور از سرحد دولتی، تامین براحت مسافران و رفع خطاگی‌ها در اساس عامل انسانی به افزایش اقتدار سیاحی مساعدت می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پنجشنبه فرمانی را برای اضافه کردن 137 سرباز به ارتش امضا کرد. بدین ترتیب جمعیت سربازان ارتش روسیه 14% افزایش می‌یابد و در کل به بیش از 1,150,000 نفر می‌رسد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید شواهد زیاد در دست دارد که نشان می‌دهند نزدیک به 80,000 سرباز روس در جنگ با اوکراین کشته و یا زخمی شده‌اند. کرمل میگوید تنها سربازان قرارداد داوطلب در آنچه عملیات ویژه در اوکراین می‌خواند شرکت کرده‌اند و بارها ادعاهای مبنی به بسیج گسترده را رد کرده است. تمام مردان روسیه که بین 18 تا 27 ساله اند باید 1 سال در ارتش خدمت کنند، اما بخش زیادی از آنها به بهانه بیماری یا سالهای دانشگاه از رفتن به سربازی اجتناب میکنند. سهم مردانی که از سربازی اجتناب میکنند به ویژه در مسکو، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک میباشد. تیم نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان تحت رهبری رحمت الله فوزایلوف در دور دوم مسابقه بین المللی فوتبال در ازبکستان از همسالان ایرانی خود با حساب 1-2 شکست خوردند. در این باره فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده افزود که گل یگانه را از دسته تاجیکستان بهروز خوجایف وارد دروازه تیم ایران کرد. از هیئت تیم ایران رضا گندیپور 2 گل را وارد دروازه تاجیکستان کرد. منتخب نورسانی ازبکستان در بازی دیگری دور دوم مسابقه گرامی داشت خاطره میرابرار عثمانوف بر تیم ژاپن با حساب 3-0 پیروز شد. دسته تاجیکستان در دور اولی این مسابقه از تیم ژاپن با حساب 0-2 شکست خورده بود.
تیم نورسان ایرانی در دور اول بازی را با هیئت میزبان مساوی با حساب 1-1 انجام دادند. در دوره نهایی روز 27 آگوست منتخب نورسان تاجیکستان با همسالان خود از ازبکستان وارد میدان می شوند. این واخوری در ورزشگاه پختکار شهر تاشکند برگزار شده ساعت 17 آغاز می شود.